خیلی از صورت پاف کرده. من آماده شدم که برم فتیه. بارون قطع شده. سوار هلیکابین بشین. میوه خیلی آرامش بیشتر، کمی گمنامتر و فقیرتر باشین. مثلا سوشی اینا نداشت. چقدر خوب. خواستیم بریم تنیس بازی کنیم. چمدون دید داره اینجا. مثلا 8 صبح بلیطم خیلی صبح زود بود. هیجان ببن ولی قیافه. بریم. بارونه؟ بگو صدا بارون. صدا بارون. بارون میاد، هی بارون قطع میشه. منم خیلی نگاه کنین ابرهای تیره رو، تو رو خدا. شاش خیلی خوشگله. گفتم برم یه ویدیو واسه فوش بگیرم فردا اگه هوا خوب بود انشالله. شامپو کنندم چون میخوام ویدیوهاشو بگیرم. خیلی سخته تو هم. ولی اینجا میشه. این محله رو یه دور بزنیم چه شکلیه. تو محله پیاده رو بعد میوه خیلی عجیبی داره. سنگینه. گربه کن. سلام. دور عجیبه. گایز بالاخره دارم میرم بیرون. بارون قطع شده. یه چیزی پوشیدم که حالا مثلا بارون اومد زنده بمونم. اومدیم سوار هلیکابین بشیم. چه ویوی داره. اینجا کلا یه رستوران بیشتر نیست دیگه، عادت همین سفارش داد. بعد من چیزی گرفتم، سالمون گرفتم دیگه. ولی غروبش خیلی قشنگه. سرما خوردم همونطور که از صدا معلومه، ولی الان اومدیم خیلی بهترم. اومدیم یه رستوران نوماده سوشی و این چیزا بخوریم. خیلی کیوته جاش. اومدیش هم بهتون نشون بدم. آوتفیتم هم بهتون نشون بدم. هوام خیلی خوبه. این قسمت پلاژ باندی فتیه است. دقیقا دم غروب رسیدم به اینجا. سلام بچه، من اومدم که یه آپدیت بهتون بدم از این سفری که اومدم فتیه، چون که اصلا تو ولاگ نیومدم درست همون حرف بزنم. روتین پوستی من برم. اینم رتینولیه که استفاده میکنم که پرفکت. اکثرا از همین برن واسه روتین پوستیم استفاده میکنم. چروکای درشش هم میزنم روشم که مرطوب کننده. خلاص الان امروز کلا خونه بودم. صبحی فقط رفتم یکم خرید واسه ناهار و اینا. این کتابو تموم کردم الان. آرامش از آلن دوباتن، نویسنده مورد علاقه‌ام. جاه خوشگلش رو از علامت گذاشتم که اگه چیز بشه بیام به شماها بگم. روی اون رتینولم که این ترمیم کننده رو میزنیم. بریم سراغ کتابه.
چون اصلا من کتاب انتخاب کردم آرامش، به خاطر اینکه من خیلی هیجان دارم، زود بالا پایین میشم، سر کوچکترین چیزی ممکنه اون ناراحت بشم، عصبانی شم و اینا. تیپ شخصیتی من یه بار ENTP، این تست شخصیت رو بزنید، تست شخصیت MBTI، انقدر واقعیه، انقدر خفنه، یعنی قشنگ شما رو میاره جلو چشتون. من تا حالا فکر کنم با 20 نفر دادم زدم، مامان بابام دوستام، هر کسی که میبینم، مخصوصا اگه دیت میکنی به شخص مقابلتون بگید بزنه، قشنگ کامل باگای شخصیتیش و یه سری ویژگی‌های مثلا همه چیش رو میبینین و طبق اونا درکش میکنید. خب من گفتم چه بهتر که بیام این کتابو بخونم، من که رابطه رو انقدر دوست دارم، ببینم مثلا راهکارش چیه. اولین دری که روبرون باز کردیم بود که خشم از انتظار میاد. یعنی تو چون انتظار داری که مثلا شریک زندگی درکت کنه ازش و درک نمیکنه عصبانی میشی، توقع نداری مثلا همسایت درکت کنه یا مثلا یکی از دوستای دورت و خب برات مهم نیست، نظرش هم برات مهم نیست و انتظار عشق داریم. مثلا تو دنیای رمانتیک و فیلم و اینا همش انتظار داریم که آره ما الان بهترین عشق الان نصیب ما میشه، اونه که ما رو بدون اینکه کلمه بگیم درک کنه، بدون اینکه حرفی بزنیم بفهمه و تمام و کمال زندگی رویایی داشته باشیم. خب این یه برداشت کاملا اشتباهه. اصلا بچه‌ای به دنیا نمیاد که بخواد کامل باشه. تو اگرم کاملا به دنیا میاد، هیچ خانواده‌ای نیست که بدون آسیب ببره. یعنی کم و کاست شما هر چی بشه به حال یه آسیبی تو کودکی میبینید. یعنی پس شریک زندگی شما میگه یه مشکلی داره، در هر صورت یه جای کارش میلنگه و خب شما بهتره که بتونید اون انتظار رو داشته باشید که اون یه جای کارش بلنگه. همه زندگی اطرافیانم، پدر مادرم، دوستامون، همه میبینیم که همهشون تو عشقشون مشکل دارن، بازم از خودمون انتظار داریم که یا روابط قبلی خودمون همچنان میگیم من اون زوج رویایی خودم پیدا میکنم که بدون مشکل منو درک کنه. خب همین چیزی میگه وجود نداره. میگه هر شخصی تو روابط عاشقانه‌تون، هر شخصی به طور متفاوت دیوونه است. همه این ویژگی دیوونگی رو دارن، چون از حیوان دو پا به بلوغ و این انسان رسیدن انقدر پیچیده است که نمیشه بدون ظهور نمونه جدی از دیوانگی انجام بشه. پس ما نباید تردید داشته باشیم که یار آیندهمون آسیب دیده است و فقط باید ببینیم که چگونه آسیب دیده و ما بتونیم درکش کنیم. اینجا میاد سبک رمانتیک گرایی رو با کلاسیک گرایی مقایسه میکنیم. که تو رمانتیک گرایی باید خیلی رک باشیم، باید همه چی بداهه باشه، باید همه چی کامل و ایدئال باشه و همه چی مثلا عشق ورزی، همه چی ذاتی آدما باید بلد باشن. ولی تو کلاسیک گرایی میگه که ما باید یه جاهایی ادب حکم میکنه که مثلا یه سری حرفا رو نزنیم، یه سری کارا رو نکنیم به خاطر طرف مقابلمون و یه سری چیزا رو هم پنهون کنیم، یه سری سیاست‌ها داشته باشیم و در کنارش یاد بگیریم، یه سری چیزا رو یاد بگیریم، مثلا چگونه عشق ورزیدن یاد بگیریم، چجوری تو روابطمون پیشرفت کنیم یاد بگیریم، اینا رو آموزش ببینیم. مثلا ما به جای روغن زیتون بودا روغن زیتون بیبو گرفتیم، ناراحت شده، این یه ناراحتی عادیه. هیچ وقت تو فیلم و سریالا میگه ما نمیبینیم زن و شوهر سر اینجور چیزا دعوا کنن، سر ترتیب ظرف شستن و چیزای مختلف، همیشه سر مثلا مسائل خیلی بزرگ و اینا، مثلا جدایی و هیچ کی دوست نداره بره یه فیلم ببینه که مثلا سر دستشویی رو خیس ول کردن جدا شده باشن و زوجا، حتی مثلا جنگ جهانی باید جدا شده باشن. میگه اینجوری نیست، مسائل کوچیک دقیقاً حتی مهمترن، مسائل روزمره مهمترن، چون کوچیک جمع میشن. پس اونا باید منطقی بشه، ناراحتی سر اون چیزا. بعد میاد درباره منبع‌های آرامش صحبت میکنه، میگه که چقدر چیزای مختلفی هست، مثل نقاشی، معماری، موزیک، کلی چیز دیگه الان بهتون میگم که میتونه روی آروم بودن ما تاثیر زیادی بذاره. میگه قبلا مسجدها، کلیساها اینا رو برای میساختن که توی اون ابهت خودتو خیلی کوچیک احساس کنی. منظره میگه همین کارو با آدم میکنه. تو وقتی منظره یه وسیعی میبینی، خودت و مشکلاتت و اضطرابات کوچیک میشن. میگی مثلا من چه ارزشی دارم، من تو این ابهت
تمام نگرانیات کم میشه. نقاشی‌های آرامش بخش یه سری طرح‌های تکراری مدرنشه، اینم قدیمی شده. یه سری نقاشی‌هایی که با نگاه کردنشون حس آرامش بهمون میده. و بخش مورد علاقه من میگه صدا، موزیک آرامش بخش. موزیکو چرا اینجوری گفتم؟ موزیک سری داروهای آرامش بخش رو با موسیقی آرامش بخش مقایسه کردن، موسیقی آرامش بخش خیلی تاثیرگذار بودن. حتی ثابت شده روی یه سری از تنش‌های رابطه جنسی هم میتونن موثر باشن. متأسفانه تو عصر جدید اصلا این خبرا نیست که راست میگه. حتی شما فکر کنید ما الان میریم پر از چراغ‌های نئونی، خیابون‌های شلوغ، منظره‌های به هم ریخته، بوق تاکسی، مغازه‌های رنگارنگ، همشون دنبال جلب توجه ما، اینستاگرام. و این چقدر با سبک زندگی که میتونه به ما آرامش بده متفاوته، زمین تا آسمون. بعد ما میگیم خب چرا استراب داریم؟ از موردهای آخرش لمس کردن و بغل کردن. میگه ما از یه بچه توقع داریم بگه مثلا بغلم کنن یا نیاز داشته باشه به حمایت، که مثلا بگیم بیا مثلا بغلت کنم، ایرادی نداره فلان و اینا. ولی وقتی بزرگ میشیم خیلی شاید انتظار سختیه که بخوایم آدما بغلمون کنن یا ما مثلا با کسی رو بغل کنیم و اینا. میگه ولی خیلی آرامش بخشه. آدما هر چقدر بزرگ باشن میخوان برای چند دقیقه بچه بشن و نیاز دارن که یکی مثل پدر و مادر یه عشق بی حد و مرز بهشون بده و بغلشون کنه. و این بغل کردن چقدر میتونه آرامش بخش باشه، هم برای خودمون هم برای کسی که دوستش داریم. نباید خود به آرامش رسیدن و آروم بودن هدفی بشه که ما به خاطرش زجر بکشیم، چون کاملا طبیعیه که ما موجوداتی به شدت آسیب پذیریم، شبکه پیچیده‌ای از اندام‌های شکننده که همه منتظر زمان خودشون برسه و به طرز فاجعه باری ما رو ناامید کنن تو بدنمون. یعنی و ما میگه زندگیمون به یه موبنده، تو خطریم و این خیلی طبیعیه که ما اضطراب داشته باشیم و این یه بخشه که باعث میشه ما زنده بمونیم و برای خودمون از خطرات جدا کنیم و توی دی ان ای مونه. نباید نگران باشیم که مشوش رو نگرانیم، چون این نشون نمیده که زندگیمون داره به بیراهه میره. این فقط نشون میده که ما زنده ایم و این کاملا طبیعیه. آخر کتابم یه نتیجه گیری میکنه، میگه شاید ثروت حقیقی اینه که ما خودمون انتخاب کنیم که برای آرامش بیشتر کمی گمنامتر و فقیرتر باشیم. من احتمالا فردا یا پس فردا برگردم آلانیا. خیلی دوستتون دارم، خیلی زیاد. اگه دوست دارین دوباره اگه کتابی میخونم بیام بهتون بگم همینجوری خلاصه‌شو، حتما بهم بگین. ببخشید توپو زیاد میزنم. خیلی دوستتون دارم. خداحافظ. اون روز که اومده بودیم یک رستورانشونش هم به رستوران نداره، اشتباه اومده بودیم. می‌خواستیم اینجا، گفتم سوشی و اینا داره، اون اصلا سوشی اینا نداشت. من خلاصی که اومدیم اینجا 2 تا رول سوشی گرفتیم. این آبجوی هیچ رفتی به اینجا داره؟ هیچ رفتی به اینجا دیگه؟ آبجوی معمولی اصلا رفتی به اینجا نداره. آبجوی چیه؟ گندم؟ باز همین شیرینه. میریم که تستش کنیم. به چینی چی میشه خیلی خوبه؟ 很好 خیلی خوب. چقدرش اینجوری خیلی ساده. خیلی خوبه. یه روش قرمز گرفتیم. خیلی قرمزه. خط لب قهوه‌ای یاد بزنیم. خط لب شده. به نظر من خوبه، باحاله. چقدر خوبه. ما امروز می‌خواستیم بریم تنیس بازی کنیم. بعد نرفتیم، رزرو نکردیم. داشتیم همینجوری کنار خونه قدم میزدیم. زمین تنیسی با یه منظره خیلی خوشگل. خیلی حالا داریم صحبت می‌کنیم میتونیم بازی کنیم اینجا. اصلا ندیده بودم من اینجا رو. اصلا کلی زمین دیگه داره واسه بازی. بعد خیلی کیوته. خیلی خوشگله. بالاخره گفتم خودمون رو تکون بدیم.
چقدر خوشگله. اومدیم این بالا این کوه پیاده روی خیلی ولی پشه داره. فکر کن وسط این همه پیاده روی یهو. چقدر خوشگله. بسیم از اینجا اومدیم. های از این سلام. قراره برم یکی از بارهای معروف اینجا که خیلی شلوغه و لایو موزیک داره، بیلیارد داره و اینا. بعد لباسا هم بهتون نشون بدم. کم سرد شده، منم چیزی نیاوردم دیگه، همینا رو پوشیدم. بریم. برگشتم بالانیا و طبق معمول ولاگا معرف خونه مارال تموم بشه. تا نرسیده اومدم پیش مارال چون خیلی ازم عصبانی بود. گفت چرا انقدر طولانی موندی فتیه؟ خودش حق داشت. و بچه‌ها یه خبر دیگه، من 10 روز دیگه دارم میرم، 10 روز یا بیشتر دارم میرم دبی 1 ماه و بعدش میخوام برم احتمالاً تایلند. آره خودم متاسفم که خواهر تو هم 1 ماه مثلا کلی سفر در پیش داریم. امیدوارم که ولی که فتیه دوست داشتی. منم باعث خوشحالیته داری میری. برو تارش یه انقدر داغونه. منم میرم. مثل این چیزا شدم. چی؟ نمایشگاه ماشین. خیستونم قلبت زیاد. تا یه ولاگ دیگه خدا نگهدار. سابسکرایب، لایک، همه کارا رو کانال منم بذار. مارالم کانال یوتیوب داره.